9 سپتامبر 2001 کریستنت، مجری معروف برنامه کی میخواد میلیونر شه، از 8 نفری که تونستن به این مرحله برسن یه سری سوال میپرسه تا در نهایت یه نفرشون به مرحله نهایی بره. جایزه‌ای که در نظر گرفتن مبلغ 1 میلیون پونده. رسیدن تا این مرحله اصلاً کار راحتی نبود. اونا باید زودتر از بقیه زنگو بزنن و جواب سوال کریستنتو بدن. Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Nile on death the. جواب درست مرگ در نیله. همه درست جواب دادن ولی یه نفر خیلی سریعتر از بقیه بود. سرهنگ چارلز اینگرام. زمان 3 ثانیه و 97 صدم ثانیه. چارلز اینگرام قبلا 2 بار دیگه هم توی این مسابقه شرکت کرده بود. اولش با اعتماد به نفس بالا جلو میاد اما انگار یه چیزی توی ذهنش نمیذاره اون تمرکز کنه. کاملا مشخصه که پشت اون خنده ها یه چیزی اونو درگیر کرده. کریستنت سوالا رو یکی یکی میپرسه اما کاملا مشخصه که اینگرام نسبت به جواب همه‌شون شک داره. اون 7 تا از 15 تا سوال رو جواب داده. از 3 تا کمکی هم که میتونست استفاده کنه فقط یکی مونده. شرایط اصلا طبیعی نیست. رفتار اینگرام با عقل جور در نمیاد. اون یه جوری که هنوزم مشخص نیست داره به همه سوالا جواب درست میده. انگار چند نفر توی سرش دارن جواب تمام سوالا رو بهش میگن. اون فقط یه سوال تا 1 میلیون پوند فاصله داره. و بالاخره سوال آخر. A number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. چارلز اینگرام یه لحظه مکث میکنه ولی چند ثانیه بعد یه چیزی عوض میشه. And I have to say I don't think I've heard of a Google. با اینکه هیچ وقت اسم گوگل رو نشنیده بود ولی با اطمینان میگه Tell me somebody. It's a Google. God, is it a Google? Yeah, it's a Google. Yeah. سکوت توی استودیو به حدی میرسه که انگار جو اونجا خیلی سنگین شده. شوخی نیست. صحبت 1 میلیون پونده، اونم سال 2001. نفسای همه حبس شده. کریستنت به اینگرام نگاه میکنه و بهش میگه You just won 1 million! همه شوکه شدن. فقط 2 نفر قبل اینگرام تونسته بودن به این مرحله برسن. یه موفقیت عجیب که باور کردنش سخت شده بود. چون تقریباً کل عوامل برنامه فهمیدن که یه چیزی این وسط درست نیست. همونجا بود که راز بزرگش رو میشه. سرهنگ اینگرام تقلب کرده. بزرگترین کلاهبرداری تاریخ تلویزیون اتفاق افتاد. سرهنگ چارلز اینگرام و همدستاش دستگیر، محکوم و محاکمه شدن. کل نقششون لو رفت. خبر دزدی اونا به طور عمومی پخش شد و کل کشور از روند دادگاهیشون باخبر شدن اما اونا هنوزم ادعای بیگناهی میکنن. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely. 20 سال از این داستان میگذره و هنوز سوالای زیادی بدون جواب مونده. پشت ماجرای اینگرام یه داستان خیلی عجیب‌تر خوابیده. داستانی که تهش به یه سازمان زیرزمینی میخوره. گروهی که سالها از این مسابقه سوء استفاده میکردن. اما چطور؟ لحظه‌ای که اینگرام جلوی دوربین لبخند زنان داشت جشن پیروزیشو میگرفت، توی پشت صحنه همه چیز به هم ریخته بود. تهیه کننده‌های مسابقه همه‌شون مشکوک شدن. تکنسین صدا که زودتر از بقیه شک کرده بود، همون موقع اینگرام داشت جواب سوالا رو میداد. گوشی تلفن رو برداشت و زنگ زد به پل اسمیت، مدیر عامل برنامه. اون به اسمیت گفت یه چیزی اینجا درست نیست. پل اسمیت هم بهش میگه همینطور ادامه بدین تا ببینیم چی میشه. کریستنت چک 1 میلیون پوندی اینگرام رو بهش میده ولی این چک هیچ وقت پرداخت نشد. اسپانسر برنامه پرداخت چک و 8 روز معلق گذاشت تا روند مسابقه رو خوب پردازش کنن. توی این مدت تهیه کننده ها و تکنسینا فریم به فریم برنامه رو از اول بررسی کردن و در نهایت به این نتیجه رسیدن.
چطور ممکنه یه آدمی مثل اینگرام با این سطح از معلومات که حتی جواب سوال 4000 پوندیش هم به زور تونست بگه 1 میلیون پوند رو ببره؟ احتمالش چقدره که یه نفر بتونه 7 بار پشت سر هم جواب درست توی 4 گزینه رو فقط با حدس زدن درست بگه؟ طبق نظر 17 نفر کارشناس 0.000%، یعنی تقریبا غیر ممکن. اونجا بود که متوجه یه چیز دیگه هم شدن، یه چیزی که پرونده اینگرام رو برای همیشه بست. تکنسیانا الگوی صحبت کردن اینگرام رو توی زمانهای مختلف با هم مقایسه میکنن. Craig David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I mean, I'm 80% of the time I'm wrong when I guess, so no, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. اما یه چیز عجیبی این وسط داره اتفاق میفته. اینگرام یه الگوی خاص رو دنبال میکنه. فرقی نمیکنه سوال چیه. اون هر 4 گزینه رو یکی یکی میخونه. معمولا هم به ترتیب میخونه. It could be France, I suppose. Then again, it could be Italy, so. Or maybe it's the Netherlands. Right. Yes. That's sort of how the question works, Charles. No, I know. اینگرام داره با این روش میره جلو. وقتی مطمئن نیستی جواب درست کدومه، ممکنه این رفتار عادی باشه. به نظر یه عده میتونه منطقی باشه که یکی یکی ردشون کنی، اما Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. درسته. یکی همین الان سرفه کرد. اتفاقاً گزینه درستم آریستوتل اوناسیس بود. آریستوتل اوناسیس یه تاجر معروف یونانی بود که ژاکلین کندی توی 20 اکتبر 1968 با اون ازدواج کرد. حالا به نظر شما این تصادفی بود یا کسی داره جوابا رو بهش میرسونه؟ اما این فقط یه بار اتفاق نمیفته. دوباره توی لحظه‌های حساس این سرفه خاص شنیده میشه. جدا از این که توی استودیو چند تا دوربین و میکروفون مشخصاً برای شرکت کننده و مجری تعبیه شده، دوربینا و میکروفونای زیادی هم مستقیم سمت تماشاچی‌ها گذاشتن که عکس‌العمل و واکنش اونا رو هم ثبت کنن. همون لحظه که اینگرام داره گزینه‌ها رو میخونه، تکنسیانا دارن به تماشاچی‌ها نگاه میکنن که ببینن چه خبره. اونا به هر نگاه، حرکت یا هر سرفه بی‌موردی که مشکوک بشن واکنش نشون میدن. این مسابقه اون موقع توی بریتانیا خیلی طرفدار داشت. تقریباً 19 میلیون نفر مسابقه رو میدیدن، یعنی 1/3 کل جمعیت بریتانیا. و خب چارلز اینگرام و همسرش دایانا هم جزو طرفدارای پر و پا قرصش بودن. حتی برادرش آدریان هم قبل اونا توی مسابقه شرکت کرده بود. آدریان 4 بار توی این مسابقه شرکت کرد و 2 بار خودشو تا مرحله 32,000 پوند رسونده. این برنامه به صورت زنده پخش نمیشد. مسابقه از قبل ضبط میشد و بعداً پخش میشد. بالاخره نوبت چارلز اینگرام هم رسید. ولی بعد از سوال 4000 پوندی به خاطر طولانی شدن زمان برنامه رو قطع کردن تا ادامهش رو یه روز دیگه ضبط کنن. دایانا خیلی عصبی شده بود. منطقی هم بود، چون چارلز مدرک دانشگاهی زیادی داشت. اون توی مهندسی و مدیریت تخصص داشت و حتی بعدها اونو توی سازمانهای مهم کشور استخدام کردن. اون شب وقتی چارلز و دایانا تو مسیر برگشت به خونه بودن، احتمالاً فکرشون فقط درگیر یه چیز بوده. اینکه ما یه فرصت بزرگ داریم و به هیچ عنوان نباید از دستش بدیم. اونا نمیخواستن اون جایزه را دست بدن، حتی 1 پنیشو. واسه همین دایانا و چارلز با توین تماس میگیرن. توین استاد دانشگاه ولز بود و به شدت عاشق مسابقه‌های تلویزیونی بود. آدریان و دایانا به توین آموزش میدن که چه جوری باید توی استودیو به چارلز کمک کنیم. اونا با یکی از دوستاشون که یکی از عوامل مسابقه است هماهنگ میکنن که اسم توین رو فردا بذاره بین تماشاچی‌ها که اونم بتونه بیاد توی استودیو. چارلز و دایانا و توین با هم روی خط تلفن صحبت میکنن.
اونا یه نقشه خیلی ساده طراحی میکنن که همون نقشه هم جواب میده. قرار شد بعد سوالای کریستنت چارلز جوابا رو یکی یکی بخونه و هر کسی که نوبتش بود به موقع سرفه کنه. با این حال اون مدام میگه من هیچ ایده‌ای ندارم و هیچ کدوم از سوال و جوابا رو تا به حال جایی نخوندم و ندیدم، ولی I think it's Berlin. I think. Could be Paris. I think it is Paris. Yeah, I'm going to play. I'm going to play Paris. You were convinced it was Berlin. I know. I think I was wrong. I'm going to go for Paris. That brought you 500,000. اما پشت صحنه در مجموع 192 بار صدای کف توسط میکروفونای استودیو ضبط شد. بیشتر اونا وقتی بود که جواب درست داده شد. پل اسمیت مدیر عامل برنامه مطمئن شده که اینا قطعاً برنامه ریزی شده است و نمیتونه تصادفی باشه. بعدش هم با پلیس تماس میگیره. به نظر میاد که داره قضیه رو خیلی جدی میگیره. اون بعد تماسش با پلیس با چارلز اینگرام هم تماس گرفت تا بدونه که نقشش واسه همه رو شده. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, not for the moment, will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. 1.5 سال بعد داستان از حد تصور هم بالا میره. پرونده به دادگاه میره و این داستان تبدیل به بزرگترین کلاهبرداری تلویزیونی میشه. در نهایت هر سه متهم گناهکار شناخته شدن ولی حکمشون رو قبول نکردن. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely. And while I was sitting there in the center of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. As for the victims, I've heard a lot of people say that this is a victimless crime. Well, actually, there are victims. The 3 defendants were the victims. We should not have been found guilty on the evidence that was presented in court. We were found guilty on a very good story. Why did you cough then, Diana? I think I needed to clear my throat. در مورد توین نفر سوم هم اونا گفتن این سرفه ها تمام عمر تنهاش نذاشتن. در ضمن چرا فکر نکردن اگر این 3 نفر انقدر باهوش بودن که تونستن مسابقه رو دور بزنن نمیتونستن یک راه هوشمندانه تر برای تقلب پیدا کنن؟ حداقل میتونستن سرفه ها رو کدگذاری کنن.